تا کشور ناامن و خطرناک برای توریستای خانم. شماره 9 تایلند به خاطر قاچاق انسان مخصوصا توریستای خانم. شماره 8 هند خاطر اینکه خیلی از متجاوزا اونجا مجازات نمیشن. شماره 7 مراکش خاطر اینکه اونجا قربانی های تجاوز مجازات میشن به جای اینکه محافظت بشن. شماره 6 مصر چون 98% از زنها تجربه تعرض در فضاهای عمومی، محل کار و هر جای دیگه‌ای رو تجربه کردن. شماره 5 جمهوری دومینیکا چون آمار زنکشی توی خشونت‌های شهری خیلی بالاست و متاسفانه دولت هم هیچ حمایتی نمی‌کنه. شماره 4 مکزیک دلیل اصلیش وجود خانه‌های فساد زیاد و البته زنکشی زیاد و مجازات نشدن قاتلا. شماره 3 روسیه چون خشونت شهری توی روسیه جرم نیست و متجاوزان مجازات نمیشن. شماره 2 برزیل چون هر روز 4 زن توی برزیل کشته میشن و متاسفانه اکثرا به وسیله پارتنرهای خودشون کشته میشن. و شماره 1 توی لیست ما آفریقای جنوبیه چون هر 12 دقیقه به یک زن اونجا تجاوز میشه.